کارمندان پلیس در شهر کودروو ولایت لنینگراد روسیه دو شهروند 27 و 24 ساله تاجیکستان را با اتهام روزنی دستگیر کردند. طبر روز 3 ایون سال 2023 نشریه محلی 47 کانال خبر داد که دو جوان تاجیکستانی شب 26 ایون سال جاری در کوچه پراشتکای شهر کودروو به منزل یک زن 33 ساله از ازبکستان حمله آورده با زور تلفن موبیلی و پولهای او را کشیده گرفتند. خود دستگیر شدگان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی به گفته منبع کانال 47 آنها 26 ایون به منزل زن ازبکستانی زده در آمده او را مجبور کردند که پس اندازهایش را برآورده به آنها بدهد. زن از ترس $3000 و 50,000 روبل و تلفن موبیلش را به روزنه داده است و آنها بعد این از جای حادثه فرار کردند. مبلغ عمومی ضرر رسانده شده 312,000 روبل روسی را تشکیل داده است. بعد فرار روزنه شهروند ازبکستان به پلیس مراجعت کرده است. در رابطه با این حادثه بر اساس ماده 162 کودکس جنایتی روسیه با اتهام روزنی پرونده جنایتی گشودند و کارمندان پلیس علاقه یک روز پس دو شهروند 27 و 24 ساله تاجیکستان را دستگیر کردند. هر دوی آنها حالا در تحقیقگاه قرار دارند و تفتیش این پرونده ادامه دارد. با این دو جوان تاجیکستانی بر اساس ماده 162 کودکس جنایتی روسیه برای روزنی تا 12 سال زندان و جریمه به مبلغ تا 1 میلیون روبل تهدید میکند.